أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این امام موهو، از این بت موهو که به نام امام 12 درست کردن و هیچ حقیقتی نداره، اینه که بزرگترین مجرم تاریخ و بزرگترین خونریزی را که بشریت به خود دیده، چنین چهره از این امام زمان درست کرده. اولین کاری که میکنه جنگ و فتنه رو در سرزمین مسلمانان شروع میکنه، کاری رو که خمینی کرد و کاری را که همه دولت‌های رافضی کرده اند. هیچ دولت رافضی امام تراشی رو شما نمیبینید که با غیر مسلمانان جنگیده و یک وجب خاک فتح کرده باشه. همیشه جنگ شما مسلمان هاست، بلکه ریموت کنترل شد دست دیگرانه. و 8 ماه کامل سپاه پاسدارانش، اطلاعاتش، فداییانش در سرزمین مسلمانان قتل عام شروع میکنن و بعد از اون قبله مسلمانان را که خانه کعبه را ویران میکنه. دشمنیشون با کعبه، چون محل قیام مسلمانانه، محل قعود مسلمانانه، محل سجده مسلمانانه، قبله مسلمانانه، محل اجتماع و وحدت کلمه مسلمانانه. از این بعدشون میاد کاری که ابرهه نتونست بکنه، بت امام زمانیشون میخواد کامل بکنه. خانه کعبه را ویران میکنه، مسجد الحرام ویران میکنه، همه توسعه هایی را که در طول تاریخ بهش دادن همه اینها رو خراب میکنه، بازش میگرده رو هم اندازه کوچکی که بوده. و از عمران خوشش نمیاد، از آبادانی خوشش نمیاد، از ویرانی خوشش میاد. ولذا رافضیگری مذهب ویرانگری است، مذهب بنیان و مذهب آبادانی نیستش. بنا کردن بلد نیستن، تخریب بلدن. و دوباره اهل مدینه رو میکشه، همه رو، یه نفرم نمیذاره برن بیرون. چرا؟ برای که اعتراض میکنن به خاطر نبش قبر پیغمبر علیه السلام و اینکه ابوبکر و عمر رو از اونجا بیرون کنند و آتش بزنن. برای چون این کاری که اعتراض میکنند همه اهل مدینه رو میکشن. همین کاری که لشکریان سبعیه، لشکریان باندهای خوابیده و مخفی یزدگرد و کلیسا و کنیسه در لباس سبعیه انجام دادن و بعد علی را هم تهدید کردن که یعنی اگر خلافت رو قبول نکنید اهل مدینه رو قتل عام میکنید.